Izzatullah. Salom alaykum va rahmatullohi va barakatuh aka. Va Va alaykum salom. tomoshabinam. Ovozi man خوب است؟ بله بله صداتون خوب است. میخواستم دو سوال کنم. ممکن است؟ بله فقط خیلی کوتاه. معلش سعید. میخواستم یکون سوال این بود که همین گلمراد حلیم با سوریه رفته بود، همین بسیارتر یک آدم حکومت بود و قطعی رحمانوف بسیار میگشتک و با پسر رحمانوف بسیار میگشت. چی طور شد که این به دولت سوریه رفت و تروریست شد؟ یکم سوال. بعد دویم سوال میخواستم گفت زنم که حکومت تاجیکستان طالبان رو تروریست نگفتن، حساب نکردن و گفتن که حزب نهضت اسلام از طالبان خطرناک است. این هم یک شرط میدادید. همین کوتاه کده گفت. سلامت باشید برادر عزیز. بله گلمراد حلیموف با افسری بلند رتبه حکومت تاجیکستان بود. من خبر ندارم اما شنیدم که در کدام دوره‌های عضو فرانت خلقی هم بوده است و علیه نیروهای ملی و اسلامی هم می جنگیده است و در حتی محافظی شخصی خانوادگی بود است و اون نه در مدرسه خوانده بود، نه در عضو حزب نهضت بود، نه در یگان جای دیگر، اما یک تاجیک بود و یک مسلمان هم بود. اما وقتی که خودش در بیانیه‌اش گفت در اون صحبت ویدیویش که وقتی که دید که با او سفارش داده است وزارت کارهای داخله که برود خانم‌های از خیابان، اون خانم‌های خیابانی را جمع آوری کنند، بیارن حجاب بپوشانند و نوار بگیرند، بگن که حجاب پوشا و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این کارها را کرده ایستادن، خودشان را با پول میفروشند برای آبروی اسلام مسلمان‌ها و زن‌های مسلمان و تاجیک را ریزاندن. او گفت که من دیگر طاقت نکردم و مجبور شدم که بروم سراغ یک نیروی مسلح مبارز که علیه این گونه حکومت‌های دیکتاتوری از اون جمله حکومت تاجیکستان مبارزه برم. او چرا در تاجیکستان این کارو نکرد؟ رفت به سوریه، برای که در همون شب و روز تبلیغات داعش خیلی قوی بود. آنها میگفتن که بیاید اول در سوریه ما ضد حکومت ظالم بشار اسد مبارزه بریم، بعد عراق، بعد همین خیلی تمام تا آسیای مرکزی رو میرویم، تمام این دیکتاتورها را از قدرت دور میکنیم. و آنها نه تنها گلمراد حلیم گفت، هزارها جوان تاجیک رفتن پیوستن به اون گروه های تروریستی و هدفشون بود که از اونجا شروع کنن مبارزه رو بیان به وطنهای خود، که دیدید که موفق نشدن. یعنی خود اشتباه های حکومت ملت را، جوانان را تبدیل به تروریست میکند و یک گلمراد حلیموف تنها نیست و هزارها نفر دیگر هستند و ما این هشدار را بارها به حکومت در داخل تاجیکستان داده بودیم، نامه نوشتم، برآمدها میکردیم. الان هم میگوییم که این سرکوبگری هایی که شما کرده ایستاده، این فسادکاری ها، این دزدی ها و این محدود کنی حقوق مردم، عاقبتش همون است که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اپوزیسیون هیچ کار نکند، باز یک گروه دیگر پیدا می شود که دست به سلاح میزند، دست به مقاومت میزند. چرا؟ برای که دیگر راه شما باقی نگذاشتید برای مردم و برای ملت. و همین بود برادر عزیز جوابی من در مسئله آنکه چرا حکومت طالبان رو تروریستی اعلام نمیکند. و من بعید نمیدونم که فردا حکومت تاجیکستان باز با همین حکومت آینده افغانستان همکاری میکند و پیشتر هم همکاری داشت با طالبان. البته من نمیدونم که در همکاری با یگان کشوری سیوم این کارو میکردن یا نه. طالبان خودشون اعتراف کردن که در دوشنبه دفتر داشتن و رفت آمد میکردن، کمک میگرفتن. و اما چرا نهضت برای حکومت از طالب خطرناکتر است؟ برای آنکه ما در داخل تاجیکستان هستیم، شهروند تاجیکستان هستیم و ما برای قدرت مبارزه میبریم، قدرت رو از دست رحمانوف بگیریم و یک دولت آزاد و دموکراتی بسازیم. رحمانوف از ما برای همین میترسد. چرا رحمان از نهضت اسلامی تاجیکستان، از حالا بگیم مسلمان های معتدل تاجیکستان میترسد و از برادران و همفکرهای ما در افغانستان مثل احمد مسعود، مثل صلاح الدین ربانی، مثل دیگر مجاهدان و مبارزان که اونا هم اسلامی هستند، اونا هم عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستند، اونا هم برنامه‌شون، هدفشون مثل ما است. چرا از اونا نمیترسن؟ از اونا دفاع میکنن. برای که آنها برای در قدرت رحمانوف رقیب نیستند. اگر احمد شاه مسعود یا فرزندش یا هر یک سیاستمدار تاجیک افغانستان اگر بر ضد رحمانوف رقابت میکرد
و اون مقام جایگاه او را میخواست که عوض کند، او را هم دشمن، او را هم تروریست اعلام میکرد. اگر منم شهروند افغانستان باشم، نهضت اسلامی تاجیکستان با همین برنامه، با همین دیدگاهش، اگر ما که سلاح نداریم در افغانستان، همه مجاهدایی که امام علی رحمان پشتیبانی میکند یک عمر سلاح داشتن، ما سلاح نداریم. اگر ما در افغانستان باشیم، ما برای امام علی رحمان یک شریک بسیار معتمد، یک تاجیک مظلوم و معتدل و دموکرات و هر چی هست نام بردن، وطن دوست. اما چون ما رقیب هستیم، ما میخوایم در تاجیکستان صاحب دولت و ملت و وطن خود باشیم، ما برای دشمن هستیم، برای تروریست هستیم و برای همین از ما بیشتر از طالبان میترسد. خب امیدوارم که به سوالات شما جواب دادم. رحمت یک برادر سلامت باشه برادر.